بسیار خوبی. سرک از کجا آغاز شده و کجا قرار است ختم شود؟ وطن وطن است، وطن به جای مادر است. وطن همیشه در قلب ماست. و الحمدلله کار جویچه ما هم تقریبا تکمیل است. پیشین اینجا بسیار بیربارک میشه دیگه، راه بخی بند میشد، خیلی به زحمت میشدیم دیگه. حالی که امارت اسلامی اقدام کرده برای این جور کردن سرک ها، خیلی یک اقدام نیک است و دیگه باید این کلی هموطنان ما خوش باشیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و سلامتی مثال یک و یک شما هموطنان عزیز، انشالله که خوب و صحت و سلامت باشین. امروز باز هم من فرزانه علیزاده با همکار خوبم در خدمت شما قرار داریم و امروز آمدیم در پروژه تایمنی و قرار هست از این گوشه شهر کابل با شما گزارش آماده بکنیم. و عزیزا فعلا در جایی که من قرار دارم بین پروژه تایمنی و تایمنی سابقه هست و قرار هست اینجا یک سرک ایجاد شود و همچنان کارش جریان داره. ای که مساحت این سرک چقدر هست و همچنان ای که از طرف کدام شرکت شخصی هست یا از طرف شارواله کابل است، بیشتر صحبت های را با انجینیر صاحب می داشته باشیم و شما هم با ما همراه باشین بیننده های عزیز. خب بیننده های عزیز، قسم که من براتون گفتم که فعلا کار ساخت و سازی سرک جریان داره. فعلا در کنار انجینیر صاحب هستیم و معلومات بیشتر از اینا میگیریم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ فضل الله، شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. میشه معرفی به بیننده ها بکنین؟ انجینیر توحیدالله مبشر هستم، انجینیر ساحوی شرکت رحمت میدان در پروژه سرک توسعوی چهارراهی سابق تایمنی الی چهارراهی پروژه تایمنی. میشه بیشتر معلومات بدین در مورد این سرک؟ از چی وقت به این طرف کار ساخت و سازی سرک آغاز کردین؟ شروع تقریبات ما 5 دلو سال جاری 1404 بود. تا این حال ادامه داره و الحمدلله کار جویچه ما هم تقریبا تکمیل است دیگه. الحمدلله کار ما خوب پیش رفته است. قبلا فقط یک سرک بود، حالا میخواین سرک را بزرگ بسازن یا یک سرک دیگه ایجاد بکنین در کنارش؟ بله، طول سرک ما 612 متر است که عرض 30 متر میشه. وسط 3 متر ساحه سبز داره و دو طرفش هم 3 مسیر حرکت داره و گذشته از سرک موتوررو یا مسیر حرکت مسیر بایسکل رو است. بعد از او یک گلدان در وسط است، بازو طرفش هم پیاده رو است. بسیار خوبی. سرک از کجا آغاز شده و کجا قرار است ختم شود؟ این سرک قبلا گفتم به طول 612 متر است، از چهارراهی سابق تایمنی الی چهارراهی پروژه تایمنی که مشهور به چهارراهی ناصر خسرو است ختم میشه. بسیار خوب. خب پیاده رو چند تا می باشه در اینجا در کل، مثلا پیاده رو و سرک؟ قسمی که گفتم سرک متناظر مثل معمول سرک ها متناظر است و سمت چپ راستش که اگر از بیرون حساب بکنیم اول پیاده رو است، بعد از او گلدان است، وسط بایسکل رو و پیاده رو، بعد از او بایسکل رو است، بعد از او باز جدول کاری است و سرک است.
بسیار خوب. خب این پروژه که شما گرفتین از کدام شرکت شخصی است، از کدام نهاد است یا از طرف شاروالای کابل است؟ بله این پروژه دولتی است، باز شرکت خصوصی است که این قرارداد کرده و گرفته که مدتش هم 6 ماه می باشه. باز معاش کارمندان که اینجا هست از طرف حکومت پرداخت میشه یا اون شرکت که گفتین؟ بله انجینرهای مسلکی را شرکت ها تعیین میکنن و او هم شاروالی امتحان میگیره از اونا، دیگه اینترویو میگیره، امتحان میگیره، بعد از اون میتونن که اینجا بیان. و در مورد هزینه و معاشی که گفتین بله مربوط خود شرکت میشه، اما تا مراحلش چی است جریان است، شاروالی هم هست. بله یعنی فعلا هم جریان دارم می که بخاطر جلب و جذب. فعلا هم چقدر کارمند است در کل اینجا؟ روزانه ما کارگر تقریبا 15 تا کارگر داریم، دیگه کارگر دائمی هم 4 تا داریم، دیگه پرسنل انجینر ما 3 تا انجینر ساحوی داریم، دیگه 3 تا انجینر سروی داریم، انجینر ساحوی و جمعاً 8 تا فورمن میشه که 12 تا میشه. بسیار خب. باز مردم چقدر راضی هست؟ الحمدلله مردم ما شما درک میکنن، گرچه تخریبات صورت گرفته خانه هایشان، دکان هایشان، باز مردم ما شما با درک و درایت هستن، میفهمن که اصل کار ما گرچه تخریب شده اما اصل کار ما آبادی است. دیگه همکاری میکنن که ما. خب در کناری که گفتن که تخریبات هم صورت گرفته و خانه های تخریب شده، خب باز با اونا دولت یا همین حکومت چی کار بر اونا میکنن؟ مثلا اونا که خانه هایشان تخریب شدن بله یک هزینه در نظر گرفته شده که او را خود دولت برشان داده میده. یا کلا مسئولیت دولت است کسایی که خانهشان تخریب شده دیگه؟ بله دولت است. خب تشکر بسیار زیاد. اگر کدام پیام گفتنی داشته باشین کمری ما در خدمت. سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر، سلامت باشین. خب عزیزان، قسمی که انجینیر صاحب معلومات کافی را دادن. فعلا اگر ببینیم اگر هموطنان ما عزیز ما صحبت‌های را داشته بودن و ببینیم که هموطنان ما چقدر استقبال کردن و چقدر خوشنود هستن از ساخت و ساز سرک‌ها، صحبت‌های را همراهشان می داشته باشیم. با ما همراه باشید. بیننده‌های عزیز، قسمی که من قبلا هم گفتم همراه هموطنان ما صحبت‌های رو داشته باشیم که چقدر از آبادی از اینکه این سرک جور میشه چقدر خوشبین هستن و چقدر راضی هستن. در کنار ما یکی از هموطنان ما هستیم، با اینا صحبت‌های رو داشته باشیم. سلام علیکم. علیک سلام. خوب هستین ان شاء الله شما؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بخیر باشین. دیگه معین همین هستم، از بدخشان هستم و اینجا دیگه محصل هستم. اینجا باز اتاق دارین درست؟ بله اینجا نزدیک اتاق داریم. چقدر وقت میشه در این موقعیت شما اتاق دارین؟ ما در این موقعیت تقریبا 1 سال شد که اینجا اتاق داشتیم، دیگه فعلا هم اینجا هستیم. قبلا با چی مشکلات مردم مواجه بود اینجا؟ قبلا تا جایی که ما معلومات داریم فقط 1 سرک بود. چقدر مشکلات بود؟ با چی مشکلات مردم روبرو بود؟ والا مشکلات خیلی نمی بود که مثلا اینجا می آمدی دیگه از طرف پیشین اینجا بسیار بیربارک میشد، دیگه راه بخی بند میشد، خیلی به زحمت میشدیم. دیگه حالی که امارت اسلامی اقدام کرده برای این جور کردن سرک‌ها، خیلی یک اقدام نیک است و دیگه باید این کلی هموطنان ما خوش باشه، چون که در فایده کلگی است. به شک به آبادی هموطنان راضی است. چقدر خوش هستین، چقدر راضی هستین؟ والا یک تعداد خوبیای خودش هم دارد و دیگه یک تعداد خرابیای خودش هم دارد، چون که اینجا خانواده است و دیگه بود که مثلا میتوان پرداخت کرایه بلاک گپاره نداشت، دیگه خانه از وا در قد سرک رفته، دیگه سرک زده. باید امارت اسلامی که از وا همکاری کنه، دیگه اونا را یک کم و کوتاه در نظر بگیرد که اونا باز برای خودشون یگان جای دیگه پیدا کنن. یعنی همکاری خودشون داشته باشن. بله باید داشته باشن. تشکر، سلامت باشین. اگر کدام گفتنی دارین کمری ما در خدمت شما. بخیر باشین. تشکر، سلامت باشین. خوش شدم دیگه. سلامت باشین. خب هموطنان عزیز، برنامه ادامه داره، با ما همراه باشین.
بیننده های عزیز در کنار یکی از کارگرها کسی که در اینجا کار میکنه بیایم صحبت های همراه اینا هم داشته باشیم. سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ بخیر؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شکر، سلامت باشی، بخیر باشی. میشه به بیننده های عزیز معرفی بکنین خودتان برادر؟ قندآقا ابراهیمی هستم از ولایت پروان. از ولایت پروان آمدین اینجا وقت کار؟ بله. چطور است باز کار در مثلا کار در ماه مبارک رمضان و یک چطور میگذره روزها؟ خوب است، بد نیست دیگه. یک ذره گرمی هست دیگه. میشه گردمی چند وقت بسیار هوا گرم شده. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنین؟ اینجا تقریبا یک 13 روز میشه. 13 روز میشه که کار میکنین. با چطور از کاربار؟ کاربار خوب است دیگه. کارهای ثقیل است یا کارهای ساده؟ ثقیل خواه است دیگه، مجبور هستین دیگه یک ذره دیگه. این استخداماندانش یک ذره سختی میکنه که دو سر برین تو اینجا پس بیارین دیگه، بقدر سختی نمیکنه. و در کل چند نفر هستن؟ در کار که ما میکنیم بله. اینجا تقریبا یک 12 نفر باشیم. 12 نفر. با خود تنها هست اینا را این طرف و طرف حمل میکنیم و همچنان فکر میکنم سیخار توته میکنین، درست؟ آره قیچی میکنن دیگه که بخاطر یو جایگان چی میشه نه فریکانس میگه و مثلا یو میگه ده چیزا جور میکنیم به خاطر. بازدهی هوای گرم چقدر از چند بجه صبح تا چند بجه دیگر کار میکنین؟ چون که هوا هم گرم است و ماه مبارک رمضان هم است. صبحکی 6 نیم شروع میکنن دیگه تا 1 بجه 1:15 شب موقع وقت. بسیار خوب. خب اگر کدام گفتنی پیام داشته باشی به بیننده‌های عزیز که ما در خدمت شما. نه خیلی دیگه گفتنی خاص ندارم دیگه. چی بگم بالا. سلامت باشین. سلامت باشی، بخیر. سلامت باشین. خب برنامه ادامه داره، دوستا با ما همراه باشین. خب عزیزای بیننده در کنار یک هموطن دیگه ما هستیم و با اینا صحبت های را داشته باشیم. سلام علیکم. و علیکم السلام همشیره محترم. میشه یک نامتون بگین، یک معرفی بکنین اول؟ نام ما سید نجیب الله هستیم، از ولایت قندوز هستیم، خودم که باشنده تیمنی هستیم. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنین؟ ما اینمی یک هفته مقدار شد ما اینمی سرک کار کردار هستیم. یک هفته میشه که شما اینجا کار میکنین؟ سنتوی و قالب بندیش کار میکنیم. بسیار خوب. چقدر خوشحال هستین از اینکه در وطن خودتان کار میکنین و به وطن خودتان خدمت میکنین؟ ما در 190% در وطن خود خدمت کنیم خوشحال هستیم و در 101% در کشور بیگانگان خوش بودیم. یعنی که از مهاجرت که بیشتر ترجیح میتین در وطن خودتان باشین و در وطن خودتان کار بکنین تا بخاطر پیشرفت وطنتان کار بکنین. چقدر چی حس دارین؟ وطن است، وطن به جای مادر است. وطن همیشه در قلب ماست. وطن هیچ وقت از ما دور نمی شود. ما اگر در امریکا و در کانادا زندگی هم کنیم این وطن ماست، اینجا ما پس بیاییم. فقط جسم در خارج از روح همیشه در وطن می باشه؟ بله حتما همی هستن همشیره محترم. باز روزانه از چند بجه کار شروع میکنین و چند بجه کار تعطیل میکنین؟ فعلا که ماه مبارک رمضان هست و هوا هم در چند روز میشه که بسیار گرم شده. در نماز صبح خوانده با جماعت میخوانیم، باز کار شروع میکنیم تا نماز پیشین در جماعت میخوانیم تا 1 بجه کار میکنیم. باز خانه می نزدیکی هست یا مثلا دیگه جای هست؟ اکثر بچهای ما سر کوتل میرن، اکثرشان در میدان باغ میرن، اکثرشان در میدان هوایی میرن، اکثرشان در تیمنی میرن. کل ما در 4 گوشه است. 4 گوشه کابل هستیم. بسیار خوب. خب پیام یا هم کدام گفتنی به او از جوانان که میگن در وطن کار نیست و به همین بهانه وقت خودشان هم مصروف کارهای ناحق میکنن، پیام شما با اونا چی است؟ ما با تمام هموطنان خود میگوییم در برف زمستان ما سرک کار کردیم. در وطن 24 ساعت کار است. اگر غریبی کسی بخواه بکنه، اگر نمیکنه در خانه خواب بکنه، او به هیچ کس نیست. سلامت باشین برادر. تمام همشتان به هم، تمام کارمندانی که به شما هستین، تلویزیون و رادیو هستین، به همشان از طرف ما از صمیم قلب به یک افغان نجیبش هستیم سلام به همشان میگیم. تشکر، سلامت باشین. برنامه ادامه داره، بیننده های عزیز با ما همراه باشین. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ شکر، بخیر باش. میشه با بیننده های عزیز معرفی بکنین؟
اسم از علی بابا. باشنده این منطقه هستین؟ باشنده این منطقه است. بسیار خوب. چقدر خوشحال هستین از اینکه سرک اینجا ایجاد میشه و سرک جور میشه؟ والا خیلی خوش از سرک ما که سرک جور شد از این گرد خاک از این رابندی که بود در منطقه ما و شما از این مشکلات خلاص شدیم. قبل از اینکه اینجا سرک جور شد با چی مشکلات شما روبرو بودین؟ ما مشکلات چیز بودیم، مشکلات خاکباد موترا بود و رابندی بود و دیگه بود، آزاد میشد، انفجار میشد. از این خاطر از این بیخی به مشکل بودیم. با مشکلات بودین. فعلا که سرک اینجا جور میشه بسیار خوشحال هستین و راضی هستین. چقدر راضی هستین؟ الازاد راضی هستیم، خوش هستیم از انجینرهای ما که سرکای ما جور شد، سمید میشه دیگه میشه که بخیر همی ساخت ساز سرک بخیر خوب شد. چقدر وقت میشه که کار شروع کردن اینجا؟ الازاد دل میشه 3 ماه شده که کار شروع کردن. 3 ماه میشه؟ به نظر شما تا چی وقت خود خلاص شده که می قسم پیش بره؟ الازاد تا صبح خلاص شد، تا امروز خلاص میشه بخیر. امروز یا صبح خلاص شود کلش؟ کلش بخیر خلاص میشه ان شاء الله. خب بخیر. کدام گفتنی اگه داشته باشی کاملا در خدمت؟ زنده باشه که گفتنی ندارم. سلامت باشین. هموطنان عزیز برنامه ادامه داره، با ما همراه باشین. خب بیننده‌های عزیز، در کنار یک از هموطنان دیگه ما هستیم و فکر میکنم اینجا کار میکنن. ببینیم که چی گفتنی دارن اینا. سلام علیکم. علیک سلام. زنده خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر، خدا را شکر. خدا شکر. میشه یک معرفی داشته باشین به بیننده‌های عزیز؟ من احمد ملک زاده هستم، کارگر هستم اینجا. چقدر وقت میشه کار میکنین اینجا؟ حدوداً 1 ماه خویج از 3 ماهی از مشغول هستم. 3 ماه میشه در کار؟ سنگی و اینجا. در کل 3 ماه میشه. فقط یا در پیش از در دیگه پروژه هم بودین و فعلا اینجا کار میکنین 1 ماه میشه. چطور است باز کار؟ خوب است، خدا را شکر. خب در ماه مبارک رمضان است و هوا هم گرم است. چقدر وقت کار میکنین اینجا؟ نه تایم کاری ما کم است و قدر باز رئیس ها آدم خوبی هستند. یعنی از تایم کاری راضی هستین؟ بله بله. خب بسیار خوب. چقدر خوشحال هستین از اینکه به وطن خودتان خدمت میکنین؟ چی حس داره؟ خب طبعا خیلی خوشحال هستیم. آخه یکی به وطنش خدمت بکنه خب چه بهتره. همه مزدوری مردم ها بکنیم بهتره یا از خودمون؟ بیشک خدمت به وطن بهترین کار است. خب گفتنی پیام به از جوانایی که مثلا میگن کار نیست در وطن و بهانه حق و ناحق وقتشون تلف میکنن، میگن کار نیست، پیام گفتنی شما به اونا چی است؟ والا راستش چی بگویم؟ خب بیاین کار بکنن. از این که آدم بهانه بکنه خودش عقب بندازد چی سودی داره؟ ما خب همین کارا کردیم، در جوانی انداختیم خودمون را، حالا پسمان شد. خب چرا اون هر چیز زودتر بهتر. بیشک وقتی که توان دارن جوان هستن کار بکنن، درست؟ بله بله. 1 دقیقه اگه آدم پسمان شد اونی که 1 دقیقه پیش از دیگه پیش شد نمیتونی گیری. آب رفته هیچ وقت بر نمیگردن. کسی که پیش شد دیگه گیر کردن از او غیر ممکن. حالا نه پاکستان نمیبینی پیش از ما بمبارد میکنه، ما پس هستیم نمیتونیم. ما به او برسیم و میره بالا، ما به او برسیم و میره بالا. پس آدم نباید اجازه بده کسی از پیشش پیشی بگیرن، باید هم ترازش باشه. سلامت باشین کاکا. هموطنان عزیز برنامه ادامه داره و صحبت‌های عمومی داشته باشیم. با هموطنان با ما همراه باشین. خب عزیزان بیننده، این هم بود از گزارش امروزی ما که تقدیم نگاه‌های گرم شما خوبان کردیم. تا گزارش‌های بعد، تا برنامه بعدی که باز هم ما و همکارم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. شاد و موفق و کامگار باشید.